سلام و درود به انسانیت، به شما عزیزان، شمایی که منو همراهی و حمایت میکنید. این ویدیو رو تا آخر با من بشینید و ببینید. دوستان، یه سفر 2 روزه اومدیم، من و عمو استیل، به یه شهری خیلی زیبا. بچه‌ها، با کلی دور تو این شهر به یه نکته جالب و عجیب رسیدیم از مشکلات این شهر که به گفته مردم اینجا خیلی هم شاکی بودن بابت این موضوع. میگن هم به شعور راننده هاشون لطمه میزنه و هم ماشیناشون صدمه میبینه. نکته جالب اینجا لقب این شهر بود، لقبی که به این شهر گذاشتن اسپید بومپ، شهر پر از سرعتگیر. میگن این شهر رکورددار دستانداز در دنیاست. یه سری موانعی که تو خیابون گذاشته میشه مثل ساندویچ که جلوی ترافیک و سرعت زیاد خودروها رو بگیرن با این حرکت. امیدوارم حدس بزنید اسم این شهر رو. قربون همتون برم. سلامت و پیروز و پاینده باشید. یا حق. یادت میاد یه روز برات دوست دارم میخوندم، عاشق رویت تا سحر چشم انتظار میموندم.